بابا جان تیر به هدف رسیدن بله بله تیری کی؟ تیری من تیری خطای طرف منو تیری بابا به هدف برسان گلاب استی گلواری بویت کنم قسمت چی وقت باشد که تویت کنم بابا جان چخونتر خید ایلاجش باشه کمی چخونتر بابا جان یگم چیز نفهمیدم یگم چه نفهمیدم چرا ما رو کشوله کرده به این باغ شهر آوردی اینم نفهمیدم همش از سر گپ زدن به من گفته بابا جان مامای اون دختره که من دوستش میدارم خب خواهش کرده است که یک بار با من و با شما بخورد اگر معقول شویم بعد رازگیش رو برای توی میداده است بابا جان زودتر بابا جان بس مامای همون دختره یعنی بیبیش همون دختره که تو دوستش میداری گفته است تو هر دی ما رو نبیند انیخترش مرا بعد رازگیش برای توی میداده است بله بابا جان شما درست فهمیدید من نفهمیدم اون ماما را او برای خودش داماد خوش میکنه یا که شو بابا جان البته که داماد شوخی نکنید بابا جان چه خونتر زودتر بیا رفتیم بابا چقان این دیلی بابا تا کجا میفهمی کجا میفهمی دیلی بابا جان من شما رو میفهمم چی میفهمی؟ شما این شب هم در خوابتون گلاب گفتید بابا جان ای گلاب این همی جوان مرد کردی آب بابا جان هی صدقه نامد گلابه بابا جان این گلابش کی باشد گلاب باشد فرشته روی زمین ایسه میره و تماشا میکنم اوسه میره تماشا کنم ای بابا تا از نو جوان رو زنده کرد انا کی از گلاب بابا جان مایلش بابا جان میدونی چه بی زودتر رویم تو شکرانه ما نمیگوی 5 سال سری خاک بوده 5 سال فهمیدم معقول شویم اینان جوانی خودم به طاقتی خودم آفرین قدر خدمان آفرین من یادم میدم بابا جان انا خودی گلاب السلام بابا جان علیکم السلام این چندک چی نام دارم؟ بابا جان گلاب مهتاب بابا جان مهتاب بله نغزی مهتابه که من؟ رحمت بابا جان خمود اینی را فهمیدیم این هم دیگر نمیدونه که در کجا است گپوش هر طرف رفته است هر دم خیالش دگی است مناسبتش نسبت به شما فهمیدیم لیکن خدا که خیلی در قدم نبیره ما رو دوست میداری بله بابا جان الو دسته به دست کن گوشم کمتر وزمینتر نفهمیدم بله بابا جان دوست میدارم این خیلی باشه اینجا بین من کمانده شما من هم فکر شما کوشش میکنم که به مراد و مقصدتون برسید و به بیبیتون معقول شید تشکر بابا جان سلامت باشه نکن مادامی که ما خیش تبار شدنی هستیم باید همدیگر از نزدیک بدونیم خوش کلی با من بگو که بابات کی است یا که پدرت کی است چون که ما چند سال اونجا اوچسکاوی ناظری منطقوی کار کردگیم همه میدونم بابایم که ها از دنیا گذشتن ای خدا رحمت شکر شاید بیبیم رو شناسی راستی گه بابا و بیبی رو خوبتر میدونم شاید بیبیت رو شناسم بله خوش بیبیم در کتابخانه نوحیه همون مدیر کتابخانه کار میکنه در کجا؟ در کتابخانه نوحیه بابا جان همین اطراف کتابخانه تیتور کتابخانه هم قدر به من معقول است که چیکار میکند در کتابخانه کار کنند مدیر کتابخانه خب نامشان گلاب گلاب چه نبیره گلاب آن داری نبیره اینجا بیجا شنیدم بابا جان تو از گلیستان بهترین گل رو خوش کردی این نبیره گلاب بود است همون گلابی که نبید من باید رفته با اینجا آوردی بله آفرین مامای مهتاب ماما جان بگن نامش شکسته نگیرین آخه گلاب جان کنی ماما در ماما جانت جانم انا خودشون هم میایم تیانیم که این شما؟ بله ما خوش آمده
السلام علیکم. السلام اینه علیکم. بین نصیبی دیدار بود. من برای شما رفتن بودم هم کتابا رو سپردن بودم. راستی که کتاب بهانه و دیدار غنیمت. دیدار غنیمت. من شناسایی با شما جهانی معنوی ما رو بسیار وسیع کرد، دنیای ما رو دیگر کرد. من میتونم با حضور در آزمون نوبتی فروغ صبح دانایی اشتراک کنم. بار میگه رحمت با شما، تشکر با شما. همه کتاب خوندیم، فقط یک کتاب مدرسمون رو ورق زدم میخوندیم. چه کتاب؟ گوید که من آماده سازم تا آماده گیرید از کتاب عشقنامه گلاب یک میخوندیم بود در دلمون ارمان نمیموند راستی. گوبو دستگاه مون کن؟ نه زنکش گیرید. بابا جان کمزنه چرا خاموش این ایستادی؟ جوانا راست میگن. همین مردی که کم ترک نسبت به یگان زن یک توجه و محبت و مهر داشته باشد مثل زنکش میگیرد. لیکن با وجود ما خودمون به دست میگیریم اون وظیفه که با ما جوانان دادن اجرا میکنیم. آفریدگار همه موجودات روی زمین رو جفت آفریده است. چی پرنده، چی چرنده، چی خزنده، چی درنده، از اون جمله ما بندگانش را هم. برای ما مردها زن را تحفه نمود و برای آنکه زندگی ما خوب گذرد برای ما محبت را فرستاد که دل ما عاشق شود و ما عاشق شیدا باشه. خدایا اینقدر سخنانی شاعرانه چندین سال ها بود که من این گونه سخنها را نشنیده بودم. بابا جون سنان شما را شاعرانه گفتم. سانو کی نه؟ شما رو هی بابا تو زوادید کرد کلام گوشم. سانو تیر به نشان رسید، تیر به هدف رسید کن. بابا جان تیر به هدف رسیدن؟ بله. تیری کی؟ تیری من. تیری خطای طرف من اول تیری بابا به هدف برسد. زن در واژه زیبای زن، در کلمه زیبای زن ما پیش از همه چی رو میبینیم؟ پاکی خواهر رو میبینیم، پاکی دختر رو میبینیم، فدایی و وفاداری همسر رو میبینیم، قهرمانی دلاوری علوی مادر رو میبینیم. هم دوستان ها بزن گفته چه خیلی میشه که ما شما جا شویم، ما شما برادم با سلام رسیم. این گل برای شما. بابا جان آخر شما با کی خواستگاری اومدید؟ آخر زنگیر که من. آخه برای تو خواستگاری اومدیم، در برابر بخت تو ما هم بخت منو بیایم. آخه همین جوان ها اگر اینها با یکدیگر رو دوست دارن. شما شوپه دارید مرحمت گلاب جان مرحمت. من مهتاب رو دوست میدارم. من همین رو دوست میدارم. این تمام. آدمی که اینها یکدیگر رو دوست میدارن بله. ما چی گفتم میتونم؟ لیکن میدونید چی؟ گوش کنید. به فکر شما همین نبیره من کمک خورد مایده یک نمی نماید. گفتنی هستید که ناجنسه که به قول مردم چپوشک پروا نکنید. هر یک ناجنسه هر یک بوزباله روم کده ملایم کدگی که این هم پیام میشد. پروا نکنید. کاشکی بله. این خیلی باشد من راضی. اناکنون یک دعا الهی آمین. پروردگارا شما خوشبخت شوید، خوشت پیر شوید، با مراد مقصداتون رسید، در برابر شما ما هم بخت خودمون یابیم. خوشکی باشد در توی تماشا اشتراک کنیم و همه را به توی دعوت کنیم. بله. آمین. الله اکبر. گلاب جان دلم از خرسندی را سرود خواندن میخواد. گلاب بله اگر شما راضی باشید یک سرود خوانید. مرحمت. خدا قسمت چی وقت باشد که تویت کنم، قسمت چی وقت باشد که تویت کنم. گلاب استی گلواری بویت کنم، گلاب استی گلواری بویت کنم. قسمت چی وقت باشد که تویت کنم، قسمت چی وقت باشد که تویت کنم.
عاشق شوریده و زارت منم آه از دل و جانت خریدارت منم بوسه زنم دست تو را ای سنم در شبی توی تا مدنی صبح دم خنده کنم لذت بر رویت کنم خنده کنم لذت بر رویت کنم آه قسمت چی وقت باشد که تویت کنم قسمت چی وقت باشد که تویت کنم گلاب استی گلواری بویت کنم گلاب استی گلواری بویت کنم قسمت چی وقت باشد که تویت کنم قسمت چی وقت باشد که تویت کنم